الهام قربانوف ساکنی 39 ساله شهر باختر که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، از سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چندان خرسند نیست. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه تغییرات مثبت خواهد آورد. برای که خرجش شدن همون برای گریز کفتستان. چی رنگ؟ می تماشای سوید ایستادگی. آخه آروی پایداش میگن که پاتنت نمیسپاری، رجیسترات نمیکنی، دیگر پراپیسکا و چیزا آسان‌تر میشه، رفت آمد آسان میشه. یا خوبی نداره برای خوبی داره نه با چی باری وزمین‌تر می‌نن که خیلی پرچم گریزی بیو. چی باری وزمین؟ می یا پراپیسکا سه ماه میگه. با میره با ایتالیا میگه اوتال میگه می یک کار میگه خیلی مقصد بدر نمیره خیلی دست تله بالا امروز میاد تمام. خبر عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ می شود که قرار است رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان سفر دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست ذوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست گفت که خلاصه وزارت و اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد می شود و آنگاه تصمیم خواهد گرفته شد. کارشناسان از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت می کنند. باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات که سیاسی باشد چه اقتصادی باشد با تاجیکستان چه فایده می بیارد. ما باید انیخ فهمیم که مثال در داخل شدن قرقیزستان با همین چی داد چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید مهاجرت خیلی خوب بشه چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پاتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن. تاجیکستان از زمان تأسیس این سازمان در سال 2015 همیشه میگفت که شتاب نمیکند و سود و زیادی این عضویت را میآموزد. اما بار اول است که از سوی حکومت یک گروه کاری تأسیس داده میشد. موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تأسیس این سازمان گروه‌های طرفدار را از حساب دانشمندان، رسانه‌ها و محافل رسمی فعال کرده بود. روابط آزاد و بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی‌ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعرفه‌های پستر، سرمایه‌گذاری و طرح‌های مشترک، رشد زیرساخت‌ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری‌های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می‌شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت‌ها اعتراض کردند. در برابر این برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه‌های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش سوی اختیاری ضرر دانسته می‌شود. گفته می‌شود مونوپولیست‌هایی که به سطح عالی حکومت ربط دارند ضد این عضویتند. اکنون این هم صدا می‌دهد که شاید معامله مهمی در آن سطح انجام شده است که باعث تأسیس گروه کاری حکومت گشته است.